بگو. سلام بچه‌ها. ما به ویدیو خوش اومدید به این ویدیو. من و امیررضا بازی ماینکرافت اینم فاطمه آبجیم و ما بازی کنیم. ماینکرافتش کو؟ فیلتر شکن تو خاموش کن. خاموش نیست. تو آقا خیلی من میخوام برم تو گروه. بیا برای منم درست کن. خاموش کردیم. ماینکرافت اینو ببر تو ماینکرافت. بابی خب بچه‌ها ببین هر دو تا مونو لاکوچاپ کنیم.
نیست، شما باگ. داری میری دوچرخه بازی؟ امیررضا منم میخوام یه خونه بسازم. خونه تو بساز ولی به من ربطی نداره، نمیای تو خونه. آره. نه همین سه تا زگل از اینا که میشه فندک درست کرد بس سریع میتونی بری تو بده نباشه و دایمه پیدا نه دایمندی داریم، هیچی نداریم هنوز چیز خیلی پول نشدیم، زره نداریم. آره بابا چی نداریم هیچی نداریم بیوزه مگه نیستیم وای همین میشه بیا شب خونت بخوابم نه من خونه درست میکنم هنوز فشنه میترسم زغالامو بخوری. Bed is too far away. همین تو خونه بیا خونت میتونی بیا. تو رو خدا بیا میگم بیا خونم. زغالام نمیگیم
چیه؟ چیه؟ این علیرضا میگه من دوچرخه دوست ندارم. فلانه. حمیدا میذاری بیا خونت. میتونی بیا. ولی کرم نمیگیسی. نمیای تو اتاقم ها. نمیای. خونم آتیش دارم. علیرضا دیگه راه نمیدم علیرضا. چرا؟ به خاطر که کاری کردی با خونم. پلشو کندی. پلهشو من نکندم. ها کی کنده؟ نمیدونم. حمیدا ببینم پلشو. چی بازی؟ چرا میگی بیا بریم بازی؟ نگاه کن گند زدی تو خونم. علیرضا من چیکار نکنم. نه گفتم میتونی بیای تو خونم. من نگفتم بیای تو خونه. به چیزی دست نمیزنی. گفتم دست نزن. دست داری؟ دست نزن به چیزی. دست داری؟ چی؟ دارم. برای خودم میخوام. آقا اومدی خونمو خراب کردی. خراب نکردم به خدا. و چیکار کردی از نظرت؟ این کار کی بوده؟ کار من بوده؟ الان خودم خونمو تعمیر کردم. نترس. میگم نیا تو اتاق. علیرضا وجود نداره نمیخورد. برو اتاقم بیرون. مثلا برو بیرون. بعد اتاق بعد درست میکنم بعدم. باید درست نکنی ها. درست نکنی خودتو. تو بود نیستی قلبات دیدم. یکی
پذیرایی. برو بیرون. میزنم تا فاطمه پیش دوستان بشم. میزنم. نه. برو بیرون. خسته میشم. برو دیگه. خونه چرا نمیتونم؟ برو بیرون. کجا برم؟ برو یه جا دیگه. چیه داری به من هرستا خالی میکنی؟ من گوشی بازی نکردم. بازی کردی. میگم برو خونه بیرون. چیه؟ یه حلولای اومد لامستگی؟ چرا مرتگی تزداد میزنی؟ نه بابا این حلولای آره چرا؟ یه بار دیگه بیای تو اتاقم میکشم خودم. خب تو نیا فقط. از این به بعد کسی بیاد نمیدونم چی باشه میکشم. امیررضا چرا حلولای قبلی کرده؟ به من چرا ربطی داره؟ نه من حمله کنه وسیله ما بخواد بیام خونت یه دفعه دیگه نیای تو خونم ها. همه حیولا باشه منو میکشه. ببونای آره حیولای بود چند بچه ها دیگه نمیذاری؟ تو اونجا نمیشه. خونه کاری درست کن بلد نیستی؟ بلدم بس چرا نمیری؟ من خودم دارم درست میکنم میگم بگه کمکم کن. اصلا شما پیش هم زندگی. امیررضا شارژ داری؟ آره دارم. چطور؟ نداشته باش برای چوب بکن خونه‌شو درست کن. خونه من میاد دیگه چی میشه؟ برو خونه علیرضا. چرا باید مود کنه؟ عبازه برو بیرون خودت بیا هیچی نداری؟ علیرضا خونه علیرضا نمیگم چی کارت نکنم. برو براش چی کار میکنی؟ گفتم یا هی تو اتاقم. میدم برو بله خوش چوب داری چوب خود بده. بیا دست بدم برم در من دارم 2 تا دارم برای اتاقم.
کارا میکنی ببین چه حسی داره. خودت اومدی اون چوبا گذاشتی که کسی نداره. چوبا رو برای خب برای حلوه گوشتی من بعد هر چی درست کنم. بابا بگی چیزی بگی. دست در نکن. دارم دایمن بردارم. چی میگی؟ دائمه حق نداری. آهن برمیدارم. او به بناس خیلی آشغالی. آقا من اصلا برم بیرون با بازی. چیه؟ همین الان باشه دائم باشه همه چیزو برداری، چیز دائمنی برداری. واو نه اینا رو نه خب بگی دایمنی بردار. خب دایمنده. نه اینه دائمه، کلنگ دائمنی. فقط کلنگ دایمنی. فاطمه فاطمه هرچی دوست داره میتونه، چون تحمل بازی رو نداره. تحمل بازی نداره. من تحمل بازی ندارم. نه بابا اون هیچی بله. کدوم در رو میخواد؟ منم از اون درا میخوام. منم خودم برمیدارم از اون درا. همه چی الماس از این نه بابا جرأت داری بردار. جرأت دارم بردارم. آها اینجوریه؟ منم شمشیر دائمنی برمیدارم. من دایمندی بر نمیدارم، از اینا برمیدارم. آقای دورین چی؟ غذا خوب بناسم. از اینو برمیداری؟ چند روز استیک نخوردم. چی میگی؟ یه زرم برداری؟ نه عمرم بردن داشتم بابا. سپر همین فاطمه بودو سری شوخی باشه من چی خواستم چی برداشتم؟ باشه قلبی برداشتم. خیلی عاشقم. بازی رفتم بیرون. نرو یه آهن میخوام بردارم. آهن برای اون کارش الماس برداشت. الماس برداشت؟ برداشت داری وقت برای من نمیذاری آهن نه امی بیا نمیذار بگونم. نه دقیقا صندوق ندارم. بیزا صندوق میخوام بردارم. تو چوب داری؟ باشه گوشی ندارم. باشه برو دیگه. برو بابا من برو. چی ویدیو میگیره؟ همین دیگه فلانو نمیدونستم. هر صدای بیاد تلگرامی تو بازی مرده بود. چه ربطی به هلوگرایم داره؟ هروبرای نه هرو نگاه هلوگرایم.
رضا جهان من خب از اینجا برم بیرون. از کجا؟ هیچ از صندوق ای وای شبیه پلیر جاهای خوب. این خونه عزیزه؟ نه خونه توه، خونه من دیگه. نه خونه من دیگه، خونه منه. نه الکی تو خونه خودته. تو خونه عزیز درست کردی؟ نه خونه خودم درست کردم. خونه خودم درست کردم، خونه کسی درست نکردم. چیه؟ بابا پور شد ساسه خیلی چند بود. آخه بلم کن. چند نگیر دویمت داری؟ من مسئله دارم 2 برابر تو. آره آبجی تو هم چی برداره؟ چرا من چی ریخم برداره؟ دلش خب بردارم براش داری الماسه تو میشه بردارم دست دیگه نکنه. دستی بکشه اون منو بکشه من اونو میکشم. کسی بیاد تو خونم باطل میشه، یعنی خونه من میمیره و وسیله‌هاش میفته و بهتره که نگه تو خونه من کسی. خونم کجاست؟ بگم چی میگی؟ منم از اینا دارم مقصد میگم من کیه؟ من سربازی میرم بیرون. غلط کردم بیا خونه من کمک کنی بیا دیگه خدمت. نه اون نه دشوی داری؟ خب برو دشوی دیگه دشوی ندارم. خونه من خیلی خفنه. هر کی بیاد خونه من میمیره. چرا نداره؟
درست میکنم. جرأت داری بیای تو خونه. آقا خودم میدونم چطوری بسازم. رضا تو ساختی الان ما میری بیرون. من نمیشونم برم بیرون. وای نه کی این کارو کرده؟ پلیگران از عکس بخواه من مرده بیام. چیه؟ سرسیدی؟ تخت جا شد. Join the game. همیشون در جا شد. تو برای میخونه برای ما نمیخونه. خیلی دوست داره. زنش میخواد بشه. در آینده باشه تو بنامه دیوونان برای من کار میکنم، سالها کار میکنم هیچ وقت
خالم نه دیوار این پسر دیدی گفتم هلیلون حمله کرد خونه نزدیک منه بابا این همه وسایل برا من نمون انشالله داشت میخوای بعد زره درست کنم؟ آره دست گولت درد نکنه برای قربی دارن نمیتونه باید درست کردم بعدم بیا تحویل بگیر بابا ریدم به خودم منو اندوخ کشت بعدم بیا الان میاد الان ببین کیلو فاطمه اومده مگه خونه دایمن نیست؟ آره آتیش گرفت این رگ و برق میزنه آره نامه
من هیچی ندارم. خاطر چه منو نگاه گفت میکنم امیزون نیم تا برم در گفت اون بیاد منو بکشه من بکشمش امیر این یالانی رفتش کیرسلامده بود خدا شکر دیگه جیمز گفت زهرا میام فردا میخورم نه نامرد نامردی نه نیایی بهتره آره راست امیررضا میتونی من که نخورد آقا خونمو درست میکنم بیا چی میتونم بگو من بنداز میفهمی چی میشه چی میشه؟ میفهمی چی میشه آه پیپی نکن دونه منو 16 میلیون پولشه بابام دوستم کار کرده برام خریده چی؟ بابام برام خریده بچه ها الان بابا داره کار میکنه باشه به من چی؟ سلام چی هدیه‌ایه؟ هدیه‌ای منو زده بود امیررضا نکن این جنه گوشیتو خورد وای رفتم تو خودم بنفش بود رنگ بنفش بود درو شکون رنگ بود فردا فوتو نمیکنم تو زمین یا فوتو به همه بزن تو از اول بیا فاطمه آقا از اول بیا فاطمه علیرضا عروضی درمو گفت کنم آره درو گفت کن بگم چی میشه خیلونی رو پارت میکنه اینجا خوشی کنه سلام چی خبر دفعه حالا دهنش هم داره اونم بیام بینو اونم ازت بگیرم لگت نزن امیررضا میتونی بیا خونه میتونم در گفت کنم علیرضا بیا بهت زنه بدم
بیا. بیا خونه خوشگلته اینو. خونه خوشگله داری. خونه خوشگل داری بیا. مامی خوشگلی. مامی خوشگلی. بیا بودت میکنم. مامی کاره. آقا دیگه مایکروف خسته شدم. نه تو رو خدا امی تو رو خدا. میگه منو مد نمی‌کنی. یعنی خودش تنهایی بود باشه. مد باشم. من میخوام بشم این. منم میخوام مد باشم. برم ببینیم. من فاطمه میخوای مد باشیم. چرا؟ چون که فاطمه میگه. مثلا مد نمیتونم کنم براش. امین مامی کاره داره. کارم نداره. گفته کاره دارم. از بشره بیا. مامان چی کارم داشتی؟ ماما این من اذیت میکنه. بیا کم بزه برو. امین برو ببین. من یا برم بردار. میاد آنافسشو میپوشونه. میاد آنافس میزنه به پامون. مامان به این کار بودم بی ادبی. میاد آنافسشو میزنه میندازه تو پای ما. نه خاله زهرا انداخت اونجا بچه میچسبونه. پشت اومد چسبون قشنگ. ننداز این زهرا برمیداره پدرم. فقط چتریاتو صاف کنم. چی؟ چتریای موتور صاف کنم. ببین این زهرا دیگه علیزه میخوام مود باشم. بده. میفهمن یکی دو تا چرا بنازم برام داری؟
رد میشی. نه بابا خراب نکن. امی منو ببین. آخرین جونته. بیا کارت دارم. بیا بالا. دارم میام بالا. آدم میفهم کنه که چرا آقا جلوی خونه من از اینجا در اومده نوشابه قلبیشیم بالا قلب نوش جونه آب نوش جونت خودت همین چیه؟ بگو خونه کن اینجا شد البته بچه ببینیم ما داریم تقلب میکنیم اما خودش نمیبینه تقلب تقلب خب اما یه چیزی تقلب دوست داری؟ ما دیگه منظورم اینه که تصویر رو آقا دیگه مود نکن آره اگه چیزی لای لازم فاطمه موده فاطمه بود عرض مود کن نه خودش مگه مود نیست وقتی مود چه مود کنه فاطمه نامم اون موده چرا عزیزان این ویدیو همین الان این ویدیو بریم بیرون میخوایم یه دعوای خانوادگی نه استاپ کنید اصلا بچه گوش ندید گوشتون رو بگیرید آره بی شعور بی خانواده بی کار بی تربیت انتر بچه ها گوشتون رو گرفتین دیگه اوکیه گوشتون رو نگیرید مواقعی میخورد مشانه بی تربیت انخوره معرفت انخوره نه بابا تو دستشویی بودم آشقا در میزن گفت بیا بخوام عرضو بخورم داره کم میشه بلوتش آره من خیلی دایمن کم دارم نگاه کن ای نی تو خیلی از من بیشتر دایمن داری خب به من چه؟ به من چه؟
چه؟ واسه تازه بلاک دایمه هم لازم داری ها. بگو چرا؟ چرا؟ بعد این خونه آتیش نگیره.